سلام، این هفته میخوایم به مناسبت شروع بازی‌های جام ملت‌های اروپا یک آفسایدگیری اساسی بکنیم از علی خامنه تو استادیوم بیت ولایت که چندی پیش میزبان وحوشی با اتیکت نماینده مجلس بود. بریم ببینیم که این بازی بالاخره چند شد. باشه. لا يا جماعة. لا ورا نطح اللاعب المحترف لفريق السكري. مش الفريق يلحق اللاعب. طبعا من حقه. قبل از شروع بازی یه نخودی عشق ریاست پرچم تیمشون رو برداشت و خودش رو انداخت وسط محوطه آفساید تا یه خودی نشون بده و بگه ما هم بازی. اما همتیمیاش پشتش رو خالی کردن و سود شد بیرون. داستان رو از زبان خودش بشنوید. خودتونم میدونستین که رئیس مجلس نمیشین و رأی نمیارید، ولی گفتید بذارید که پرچمداری و جریان سیاسی که بالاخره از شما حمایت میکنه بله، شما هم نشستین رو داشته باشید. بنده اعلام کردم که برای ریاست کاندیدا هستم. خب بلافاصله حدود 30-40 نفر از نمایندگان معزز اومدن سر ما ریختن، یکی دست من میکشید، یکی کتم میکشید، همون بچهای فراکسیون ما، اعضای ارشد، اونا که در یک که جریان تشویقم سیاسی میکردن که اب نداره بیای، گفتن دیگه مصلحت نیست، شما الان صلاح نیست. چرا که اون نظرشون عوض شد؟ خب نه، معتقد بودن که حالا آقای دکتر عارف نشده، ایشون هم نظرش اینه شما هم نشید. دیگه ما هر چی جز و ولس کردیم، دست تکون دادیم، گفتیم آقا ما نیستیم، کاندیدا نیستیم. و جالب هم اینه که آقای لاریجانی یه شوخی هم با ما کرد، گفت آقای کواکبیان داره با من بای بای میکنه. ما اصلا بای بای نداشتیم که، ما داشتیم میگفتیم که ما نیستیم. دستم اینجوری بود که من نیستم. خلاصه اینکه رفقاش اومدن اینو نجات بدن که برای باند شیخ فری آبروریزی به بار نیاره که بدتر پرتش کردن ته دره. علی لاریجانی 237 رای، برادر عزیز ما جناب آقای کواکبیان 11 رای، رای سفید هم 28 رای. حالا بریم سراغ اصل بازی که در اون علی خامنه با یه پا دو پا حرف نخنما شده خمینی رو دوباره قرقره کرد. مجلس در رأس امور تعارف نیست که تعارف بخوایم بکن، نه واقعا باید در رأس امور باشه. تعارف چیه؟ تعارف نداریم، مجلس رأس امور است. حالا کدوم امور؟ کدوم امور معلوم نیست، چون یه رأس ولی فقیه تو نظام هست که نشسته روی همه امور. بابا تعارفه، دست بردار، ما که میدونیم بلوف تعارفه دیگه. تعارف توی خونمونه، همه جا همراهمونه، بعضیاشون درستکی، خیلیاشونم الکی، جون من بشی جون من باشو من بمیرم. حالا برای اینکه ببینیم واقعا رأس امور کی است، یک مثال ساده رو براتون آفساید گیری میکنیم که ببینیم چی از توش در میاد. اول حرف خامنه. یکی از دولت‌های گذشته آمده بودن یه چیزی میخواستن که درست نقطه مقابل قانون برنامه اون سال بود. هرچه اصرار کردن من زیر بار نرفتم، با اینکه مشکلاتی داشتن، اما گفتم ما یه مجلسی داریم، نشستن تصمیم گرفتن قانون بودجه رو با این همه زحمت تصویب کردن. حالا شما بیا با یه مثلا کلمه حرف همه قانون رو برگردون از این طرف اون طرف، این که نمیشه. مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه. آفساید. هیبت مجلس تا وقتی باید محفوظ بماند که پا روی دم هیبت ولی فقیه نداشته باشد، چون وگرنه اگر بخوان بدون سوال از ولی فقیه حتی آب بخورن، وقارشون رو قارقار میکنه. مثل اینجا که آخوند رسایی میگه میخواستن بدون سوال مجلس رو ابستراکسیون کنند، اما آقا فهمید و قضیه رو به هم زد. کار رسید به یه جلسه تو مجلس که ما نزدیک بود ابستراکسیون کنیم. آقای لاریجانی گفت که بی خود از رهبری خرج نکنه، کسی ارتباط داره بگه.
بعداً معلوم شد خود آقای لاریجانی بعد از اینکه آقا سوال رو برگردوند و به هم زد، آمد در گفتگوی ویژه خبری تو تلویزیون وقتی که آقای حیدری ازش پرسید، ایشون گفت بله من خودم از آقا پرسیدم، ایشون سکوت کرد. پس معلوم شد که رأس مجلس هم برای آب خوردن از رأس نظام یا همون رأس امور باید سوال کنه. بقیهش دیگه تعارفه. سوت سوم آفساید رو میکشیم برای دغدغه فرهنگی عظما که توی روزگاری که زهر باعث شده همه توی نظام همه چی رو ول کنند، علی خامنه هم حس ولنگاریش گرفته. بنده احساس یک ولنگاری میکنم در مسئله فرهنگ. دستگاه‌های فرهنگی، حالا هم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، یه نوع ولنگاری وجود دارد در امر فرهنگ. بنده در این زمینه احساس یک ولنگاری میکنم. باید این رو شما در نظر داشته باشید و اهمیت بدید. آقا به فرهنگ اهمیت بدهید دیگه. خب برید آمار بگیرید ببینید که تو کمیسیون فرهنگ مجلس چند نفر ثبت نام کردن. کدوم کمیسیون رو انتخاب کردید؟ من که مشخصه دیگه، سیاست خارجی. من کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون حقوقی، صنایع و معادن، کمیسیون اقتصاد. قطعا در کمیسیون اقتصاد. کمیسیون فرهنگی که این همه مقوله فرهنگ مهم هست 3 نفر 4 نفر ثبت نام کرد. کمیسیون فرهنگی که متاسفانه مشتری هم کم داره. این چرا دکتر کمیسیون از فرهنگی؟ ایراداست. حالا ولو نمیدونم، اینو از دوستانی که متخصص کار فرهنگی هستن باید سوال کرد. بابا این که متخصص کار فرهنگی نمیخواد. کمیسیون فرهنگی توش پول نداره، اختیارات نداره، خب مشتری هم نداره. حالا میخواد رأس نظام بگه، رأس امور بگه، کسی گوش نمیکنه. ولنگاری توی فرهنگ نظام بیداد میکنه. اما تو وقت اضافه سیدعلی اومد در نقش آتش نشانی، آتیشی که به قبای مجلسش افتاده رو خاموش کنه که آتیش گر گرفت تا یقش اومد. مرتباً دارن بر آتش اختلافات میدمند برای اینکه اون رو برافروخته‌تر و مشتعل‌تر کنه. اما اگر چنانچه این به یقه‌گیری و کشمکش، چه کشمکش زبانی که کشمکش زبانی هم گاهی به کشمکش یدی منتهی میشه. ایراد اونجایی است که این مخالفت و اینها به یقه گرفتن یکدیگر منتهی بشه. اینو مراقب باشید در مجلس انجام نگیره. یه فیلم داریم ما از مجلس، اتفاقا مال چند روز بعد از همین صحبت هاست که همون هایی که جلوی خامنه ای نشستند این افاضات رو به صورت عملی به مرحله اجرا در آوردن. لایحه برنامه ششم توسعه ملاحظه واقعیات. اول صدای داد و بیداد میشنویم، دوربین صحنه رو دنبال میکنه، دور نماینده عربده‌کش دارن جمع میشن، بازم شلوغ‌تر میشه و جامعه. لطفاً نظم جلسه رو رعایت بفرمایید. داور وسط تلاش میکنه میدون رو آروم بکنه، گوش نمیکنن. خلوت بکنید لطفاً، نظم جلسه رو. آقای محبینی ها تلاش میکنن بازیکن خاطی رو از میدون خارج کنند اما مقاومت میکنه. آقای وزیر. و در نهایت این تصویر رو داریم، یقه دریده شده یک نماینده که نمادی از قبای جرواجر عظماست. بله اینم اعتراف یکی از طرفین دعوا که خودش گفته واکنش من در مجلس مثل واکنش زیدان در جام جهانی بود. البته این حرف خودشه وگرنه بلا نسبت زیدان. در پایان این سوال باقی میمونه که اگر این صحنه‌های زیدانی در مجلس ادامه پیدا کنه چه نتیجه‌ای برای نظام داره؟ اگر در مجلس تشنج به وجود بیاد، همچنانی که در بعضی از دوره‌ها داشتیم تشنج در مجلس به وجود می آمد، این تشنج سرریز میشه رو ملت، در داخل مردم تشنج ایجاد میکنه.
اگر علی خامنه از اول تا اینجا توی آفساید بود، ولی خداوکیلی این جمله آخرش دیگه توی آفساید نبود، چون خودش بهتر از هر کسی میدونه که اگر این تشنج‌ها به داخل مردم سرریز بشه، اون وقتشه که دیگه خودش رو با توپ میدوزن به تور. شب و روزتون خوش.